توی این ویدیو میخوام دو مورد از ویژگی‌های هوشی بچه‌های نسل زد رو با هم دیگه مطرح بکنیم. اولین مورد ضریب هوشی یا همون IQ و مورد دوم هوش اجتماعی یا همون EQ. بیایید ببینیم بچه‌های نسل زد از لحاظ این دو ضریب هوشی در چه رنج قرار دارن. از لحاظ ضریب هوشی یا همون IQ بچه‌های نسل زد پیشرفت قابل توجهی داشتن، به طوری که ضریب هوشی این بچه‌ها به صورت میانگین بالاتر از والدین خودشون و نسل‌های قبلی بوده و ضریب هوشی بچه‌های امروز 122 هست میانگینش، ولی در نسل‌های قبلی ما شاهد میانگین ضریب هوشی 105 بودیم. معنی این تفاضل ضریب هوشی چیه؟ معنیش اینه که بچه‌های نسل زد 5 سال از والدین خودشون از لحاظ هوشی جلوترن. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگه شما خودتون در 7 سالگی به یک سری موارد و یک سری درک‌ها و مفهوم‌هایی میرسیدید، الان بچه‌های نسل زد به اون درک و مفهوم در سن 2 سالگی دارن میرسن. اگه شما موضوعات رو در سن 20 سالگی تونسته بودید درک بکنید، بچه‌های امروز به راحتی میتونن در سن 15 سالگی اینها رو درک بکنن. یعنی بچه‌های شما 5 سال از سن شما بیشتر میفهمن. در مورد هوش اجتماعی بچه‌های نسل زد باید بگیم که علی‌رغم اینکه فناوری‌ها و تکنولوژی‌ها تونسته ارتباطات اجتماعی بین بچه‌ها رو زیاد بکنه، ولی به خاطر اینکه بچه‌ها عموماً تنها هستن، تنها توی اتاقش نشسته، شاید خواهر برادر دیگه‌ای هم نداره، به همین خاطر درک ارتباطات اجتماعی و در واقع هوش اجتماعی بچه‌های نسل زد خیلی پایین‌تر از نسبت به نسل‌های شماست. این یعنی اینکه بچه‌های نسل زد ارتباطات اجتماعی و کم و کیف اینکه چطور ارتباطات اجتماعی درستی با دیگران برقرار بکنن رو بلد نیستن. و این یک اتفاق کاملا طبیعیه، چون خواهر برادرها زیادی ندارن، چون با افراد زیادی به صورت فیزیکی در ارتباط نیستن و هر ارتباطی که دارن تقریبا 70-80 درصدش به صورت فضای مجازیه و ارتباطی که توی فضای مجازی شکل میگیره با ارتباطی که توی محیط واقعی قرار شکل بگیره کاملا متفاوته. همین خاطر بچه‌های ما توی ارتباطات مجازی خودشون عملکردهای خیلی موفقی دارن، ولی توی ارتباط واقعی در بین خانواده، اقوام، دوستانش و یا ارتباط با دیگران خیلی عملکرد ضعیفی داره. نمیدونه چه حرفی کجا باید بگه، چه حرفی باید بگه، چه حرفی نباید بگه. به همین خاطر بعضی وقتا و یا بهتره بگیم اکثر وقتا بچه‌های نسل زد وقتی در جامعه هستن یه نگرش گستاخ بودن نسبت بهشون ایجاد میشه، چون که بلد نیستن چه حرفی رو چطور، کجا و چه موقع بهش اشاره بکنن. واسه همین بچه‌های نسل زد ما EQ پایینی دارن. وقتی که EQ پایینی دارن، دو تا مورد خودشو خیلی جدی نشون میده. یکیش اینه که روی احساسات خودشون نمیتونن کنترل داشته باشن و مورد دوم این که نمیتونن احساسات دیگران رو درک بکنن. این اتفاق باعث میشه بچه‌های ما توی روابط اجتماعی آسیب پذیر باشن.